مهمترین علت مرگ در اثر سرطان در استرالیا و آمریکا سرطان ریه هست. 9 نفر از هر 10 نفری که با سرطان ریه تشخیص داده میشن زندگیشون رو از دست میدن. هیچ چیزی جای تشخیص زودرس رو نمیگیره. برنامه‌ای که استرالیا شروع کرده و از جولای سال 2025 شروع میشه مختص به افرادی هست که سنشون بین 50 تا 70 سال هستن و اینها باید سابقه سیگار کشیدن داشته باشن. سلام، به پادکست تندرستی با تینا خوش اومدین. من دکتر تینا ظفری هستم و هدفم از شروع این پادکست بالا بردن سواد سلامته. اینجا میخوایم خیلی خودمونی اما بر پایه دانش و جدیدترین گایدلاین ها درباره سلامتی صحبت کنیم. خواهش میکنم یادتون باشه که این اطلاعات خیلی کلی هست و برای دریافت مشاوره‌ای که با شرایط شخصی شما متناسب باشه حتما به پزشک خانواده‌تون مراجعه کنید. قبل از هر چیز میخوام ادای احترام بکنم به افراد سرزمینی که این پادکست در استرالیا درش ضبط میشه، قوم وارانجاری و وارونگ، تمامی گذشتگان، حال و آیندگان. امروز میخوایم درباره سرطان ریه و تغییراتی که توی این هیته شروع شده صحبت کنیم و در خدمت آقای دکتر علی امین‌آزاد هستیم. علی جان خیلی ممنونم که به ما این فرصت رو دادین و ممنون میشم که یک کوچولو خودتون هم معرفی بکنید. خیلی ممنون از دعوتتون. من دکتر علی امین‌آزاد هستم، متخصص ریه و بیماری‌های خواب و در ملبورن استرالیا کارم رو انجام میدم. تقریبا 13 سال هست که به عنوان کانسالتنت در ملبورن کارم رو به عنوان متخصص شروع کردم. در ایسترن هلث بیمارستان باکسیل یکی از متخصصهای ریه کانسالتنت های اونجا هستم که بیشتر در زمینه بیماری‌های پولمونری هایپرتنشن، آسم و کاردیو پولمونری اکسرسایز تستینگ فعالیت میکنم اونجا. در واقع پولمونری هایپرتنشن یعنی بالا بودن فشار داخل ریوی و تست VO2 max یا پولمونری کاردیو پولمونری اکسرسایز تستینگ تستی هست که ما انجام میدیم برای اینکه ببینیم مریض ها دلیل تنگ نفسشون چی هست و اینکه اگر مریضی با مشکلات متعدد پزشکی میخواد عمل جراحی بشه، این تست یکی از بهترین تست ها هست که ما ببینیم چقدر مریض آمادگی عمل رو داره. ولی اینها هیچ کدومشون ربطی به موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم نداره. ما امروز میخواستیم در مورد غربالگری برای سرطان ریه صحبت بکنیم که خیلی بحث مهمی هست و قراره که این برنامه به زودی در استرالیا شروع بشه. ولی من پیش زمینه کاریم رو گفتم که بدونید که من در زمینه ریه از مدت‌های زیادی فعالیت داشتم در استرالیا. مرسی، ممنون. آره خب پس دیگه بپریم توی بحث سرطان ریه به قولی و 9 نفر از هر 10 نفری که با سرطان ریه تشخیص داده میشن زندگیشون رو از دست میدن به خاطر اینکه خیلی در مراحل دیر این سرطان تشخیص داده میشه. یکم بیشتر درباره وضعیت کلی درباره سرطان ریه برامون میگین؟ درسته. ببینین اینی که شما میگین کاملا درسته. بافت ریه یک بافت خیلی بزرگی هست. مثل فرض بکنیم که روده انسان خیلی طولانی هست و قسمت‌های مختلفش ممکنه دچار کنسر بشه، سرطان بشه. تشخیص زودرس خیلی مهمه به خاطر اینکه این ارگان‌هایی که خیلی حجم زیادی رو از بدن تشکیل میدن تا وقتی که اون سرطان بخواد علامت دار بشه خیلی ممکنه دیر شده باشه. به عنوان مثال ریه انسان تقریبا نصف یک تنیس کورت هست، یعنی به اندازه نصف اندازه یک زمین تنیس شما بافت ریه‌تون هست اگه اینو بخواید پخشش بکنید رو زمین. بنابراین وقتی که شما یه سرطان مثلا فرض بکنید که 2-3 سانتی متری ممکنه داخل ریه‌تون باشه، ممکنه هیچ علامتایی نداشته باشین تا این از ریه خارج بشه و بره به استخوان، بره به جاهای دیگه یا ریه آدم آب بیاره. اون موقع اگه تشخیص داده بشه خیلی تشخیص دیر هست. البته با درمان‌هایی که متخصصان سرطان شناسی، اونکولوژیست ها این روزها در اختیار دارن از طریق کارآزمایی‌های بالینی و داروهای جدیدی که در اختیارشون هست، حتی اون مریض‌هایی هم که دیر تشخیص داده میشن
امکانات زیادتری دارن برای اینکه درمان بشن نسبت به مثلا 10 تا 15 سال پیش، ولی هیچ چیزی جای تشخیص زودرس رو نمیگیره. به خاطر اینکه تشخیص زودرس معنیش این هست که مریضی که از نظر دیگه از نظر بالینی سالم هست میتونه کاملا درمان بشه. اگر بخوام ما یک مقدار در مورد اعداد و ارقام و آمار در این مورد صحبت بکنیم، مهمترین علت مرگ در اثر سرطان در استرالیا و آمریکا سرطان ریه هست. اگه ما اینو مقایسه بکنیم با حتی سرطان‌های خیلی ناگوارتر مثل سرطان پانکریاس یا سرطان سینه و سرطان‌های دیگه، این مقدار مرگ و میر در اثر سرطان ریه خیلی قابل ملاحظه و بالاتر هست، به صورت اینکه 17% علت مرگ در اثر سرطان مربوط به سرطان ریه میشه و شما سرطان پانکراس، پوست، مغز، کلیه، پروستات، برست، بون، همه اینا رو که با هم جمع بکنین 17% فقط مرگشون در اثر سرطان ریه هست و اینو اگه ما بتونیم زودتر تشخیص بدیم و درمان بکنیم یک مقدار ممکنه که ما از این جلوگیری بکنیم. حالا ما این رو برای مدت خیلی زیادی از وقتی که غربالگری برای سرطان‌های دیگه مثل سرطان پستان، سرطان پروستات، سرطان روده بزرگ، از وقتی که این برنامه‌های موفق برای این بیماری‌ها پیدا شد، همیشه فکر در مورد این بوده که ما برای ریه چه کار میتونیم بکنیم. قبلا هم مطالعاتی می‌کردن، میگفتن که خب ما مریض‌ها رو بیام هر چند وقت یه بار عکس از ریه‌شون بگیریم یا خلطی که میان بیرون میاد رو بفرستیم برای آزمایش کردن، ببینیم که آیا اون کمک میکنه. ولی مطالعات متعددی در این زمینه انجام شد و فهمیدن که این جور تست ها برای ما هیچ ارزش تشخیصی و غربالگری نداره. اینجا فقط رو بگم عکس از ریه‌اش بگیریم، منظورتون همون اکسری معمولی هست. بعد اومدن گفتن خب ما چرا نیام از همه مریضا سی تی اسکن بگیریم؟ سی تی اسکن که تست بهتریه، ولی متاسفانه یک سی تی اسکن معمولی که ما قبلا ها تکنولوژی داشتیم انجام میدادیم خیلی رادیاسیون زیادی به مریض وارد میکنه. یعنی شما اگه بخواید هر سال برای یک مریضی اکثری سی تی اسکن معمولی بگیرین در سطح گسترده جامعه، مثلا ما در مورد 1-2 نفر صحبت نمی‌کنیم، ما مثلا در مورد 1 میلیون نفر توی یک استان صحبت می‌کنیم. اگه بخوام 1 میلیون نفر سی تی اسکن معمولی بگیریم، سرطان‌های دیگه‌ای رو ممکنه باعث بشیم، مثل سرطان پستان در خانم‌ها، لمفوم و اینها. به خاطر همین ما نمیتونستیم این رو برقرار بکنیم برای غربالگری، به خاطر که ضرراش ممکن بود زیاد باشه. تا اینکه یک تکنولوژی به اسم لو سی تی اسکن یا سی تی اسکن با دوز خیلی پایین رادیاسیون به وجود اومد که این تقریباً معادل یک یا چند تا ایکس ری معمولی هستش از نظر رادیاسیون. این رو اومدن بررسی کردن تو یک مطالعه‌ای که برای اولین بار به ثمر رسید در سال 2011 منتشر شد. نشون دادن که اگه افرادی رو بیان که در ریسک بالای سرطان ریه هستن برای مدت 3 سال هر سال یه سی تی اسکن با دوز پایین انجام بدن، تقریباً 20% جلوگیری میکنن از مرگ بیمارها در اثر سرطان ریه. پس این یعنی که میتونه در استیج های زودتری سرطان ریه رو پیدا کنه این تکنولوژی جدیدتر. دقیقاً. تنها دلیلی که میتونه باعث بشه که مردم در اثر سرطان ریه بیشتر زندگی بکنن با تشخیص زودتر و درمان قطعیش که جراحی هست اتفاق میفته. درست. و بعد این غربالگری رو برای همه افراد انجام نمیدن یا ندادن. افرادی که غربالگری میشن باید یک سری مشخصات خاصی داشته باشن. مثلا باید ما بهشون میگیم افراد با ریسک بالا. کسایی هستن که یه مدت زیادی سیگار کشیدن در قبل، کسایی هستن که ممکنه یک سابقه خانوادگی سرطان ریه داشته باشن. در استرالیا کسایی مورد توجه بیشتر قرار میگیرن که یک مقدار از گروه‌های خاص جامعه مثل بومی‌های استرالیا که در ریسک بالاتری از بیماری هستن به خاطر سابقه بیشتر سیگار کشیدنشون، اینها یک مقدار در اولویت قرار گرفتن تو این برنامه‌ای که در استرالیا شروع شد. درسته. من یه سوال میشه بپرسم، این که گفتین سیگار میکشن، آیا تعداد مشخصی سیگار در نظر گرفته میشه به عنوان ریسک بالاتر؟ بله. ببینین برنامه‌ای که استرالیا شروع کرده و از جولای سال 2025 شروع میشه مختص به افرادی هست که سنشون بین 50 تا 70 سال هستن و اینها باید سابقه سیگار کشیدن داشته باشن به این ترتیب که ما یک عددی رو استفاده میکنیم بهش میگن که چند پاکت سیگار در چند سال کشیده شده. یعنی اگر یک فردی بیشتر از 30 پاکت سال سیگار کشیده باشه، اون
مهم هستش از نظر ما. 30 پاکت سال یعنی چی؟ یعنی شما اگر 1 پاکت سیگار در روز برای 30 سال کشیده باشین، 30 پاکت سال سیگار کشید. حالا اگر یکی باشه که مثلا برای 10 سال 2 تا پاکت سیگار کشیده باشه، اون میشه 20 پاکت سال. اینها رو ما توی یک وبسایت درست کردیم به اسم Lung Cancer Screening Program lcsp.au. این در واقع این ماشین حساب چند پک سیگار کشیدن رو اونجا به وجود آوردیم و افراد میتونن برن و نگاه بکنن و ببینن که من 5 سال 3 پاکت کشیدم، 2 سال 2 پاکت کشیدم، 1 سال هیچی نکشیدم، دوباره رفتم سیگار کشیدم. این به ما نشون میده که آیا فرد در طول زندگیش بیشتر از 30 پاکت سیگار سال کشیده یا نه. به اضافه اینکه سنشون بین 50 تا 70 سال باشه، این افراد قابلیت این رو دارن که در این برنامه قلب‌آلودگری شرکت بکنن. من برگردم به قضیه اهمیت این برنامه قلب‌آلودگری. 14,000 نفر در عرض 1 سال در اثر سرطان ریه در استرالیا جونشون رو از دست میدن. واو. توی کشوری که 27 میلیون نفر هست. خب این خیلی بزرگه. بله. این رو حالا شما میتونین ضرب بکنید در تعداد جمعیتی که تو کشورهای دیگه ممکنه باشه. حالا در یک کشور دیگه‌ای که تعداد سیگاری ها بیشتر هستش، دلایل دیگه‌ای ممکنه برای سرطان ریه مثل کار کردن تو معدن، کار کردن با آسبستوس، آلودگی هوا هم بهش اضافه میشه. این عدد ممکنه خیلی بالاتر هم باشه. و ما فکر میکنیم که اگه ما با این سی تی اسکن دوز پایین این برنامه قلب‌آلودگری رو شروع بکنیم، در حدود 12,000 مرگ رو در عرض 10 سال قلب‌آلودگری میتونیم جلوش رو بگیریم. برای همین برنامه اهمیت پیدا کرد. خیلی. و یه چیز دیگه هم که این افراد تو سنی تشخیص داده میشن که هنوز میتونن فعال باشن، توی جامعه کانتریبیوت کنن، کار بکنن و این خیلی مهم هستش که بتونیم اینا رو زودتر پیدا کنیم. دقیقاً علت این که سن مشخصی برای این برنامه گذاشته شده این هستش که افراد بین 50 تا 70 سال قلب‌آلودگری بشن، به خاطر اینکه تشخیص و درمان این افراد همونطور که شما گفتین یک نتیجه قابل ملاحظه‌ای از نظر اینکه اون فرد چقدر میتونه برای جامعه مهم باشه و هنوز در سنی هستش که میتونه به جامعه خدمت بکنه و لذت ببره از زندگیش. خیلی مهم هستش که این اتفاق در این سالها بیفته. طبق ارقام آماری که ما داریم، با تشخیص زود هنگام سرطان ریه ما یک وسیله اندازه‌گیری داریم، بهش میگن که مدت زمان زندگی برای 5 سال. اون ما میخوایم ببینیم از زمانی که یک بیماری تشخیص داده میشه چند درصد افراد میتونن 5 سال بعد از اون زمان تشخیص زنده بمونن. اگه ما این اسکرین رو نکنیم، در مورد این قلب‌آلودگری رو انجام ندیم، در مورد سرطان ریه فقط 4% از افراد که دیر تشخیص داده میشن 5 سال زندگی میکنن. در صورتی که با انجام این برنامه این 4% به 68% میرسه. یعنی 68% افرادی که با سرطان ریه تشخیص داده میشن 5 سال زندگی میکنن. یعنی چند برابر میشه؟ بیشتر از 10 برابر. 10 15 با 17 برابر تقریبا میشه. واو. و علاوه بر این کیفیت زندگی بیمارها رو زیاد میکنیم، به خاطر اینکه اگه یه کسی بیاد به من بگه که من سرطان ریه دارم و من میتونم براش کار درمان قطعی بکنم، تا اینکه یه کسی بیاد من بهش بگم سرطان ریه داری و باید ببینیم حالا کیموتراپی یا رادیوتراپی چه جوابی بهت میده، کیفیت زندگی افراد خیلی فرق میکنه. یه چیز جالب دیگه که هستش اینه که من گفتم که این نشنال اسکرینینگ لانگ کانسر پروگرامی که تو آمریکا اول شروع شد نشون داد که 20% ما ریسک مرگ و میر رو کم میکنیم. ولی جالب اینه که اگه یک کسی سیگار رو 7 سال پیش قطع کرده باشه، احتمال مرگ و میر در اثر سرطان ریه رو 20% کم کرده. یعنی جلوگیری کردن از سیگار کشیدن 7 سال قبل همین اثر رو داره که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم برای لانگ کانسر اسکرینینگ پروگرام. برای همین هنوز اولین قدم جلوگیری از سرطان ریه قطع کردن سیگار هستش. مرسی که اینو گفتی. یعنی اگه من بخوام یه جور دیگه هم بگمش اینه که درسته که ما تو برنامه قلب‌آلودگری تعداد پکیر یا
پک سیگار در سال رو در نظر گرفتیم برای اینکه اینا غربالگری رو انجام بدن، ولی این به این معنی نیستش که اگه کسی کمتر از این داره سیگار میکشه ریسک توش پایین‌تره یا نمیتونه این سرطان رو بگیره. اولین توصیه ما اینه که سیگار رو همین امروز قطع کن. درسته. اگه همین امروز قطعش کنی تو 7 سال دیگه ریسک تو انقدر کاهش پیدا میکنه که بعد ما مجبور بشیم سیتی کنیم و حالا بخوایم بیایم مرحله اولیه سرطان رو پیدا بکنیم. درسته. این حالا دوباره در مورد این سوالی که شما کردین، یک قسمت دیگه این برنامه این هستش که افرادی قابلیت این رو دارن که وارد این برنامه غربالگری بشن که اگر هم سیگارشون رو قطع کردن ظرف 10 سال اخیر اگه قطع کرده باشن هنوز وارد برنامه میشن. ولی اگر کسی بیشتر از 10 سال پیش سیگارش رو قطع کرده باشه، حالا هر چقدر بخواد سیگار کشیده باشه، به خاطر اینکه ریسک سرطان ریه یه مقدار زیادی تو این افراد کم میشه، اینها دیگه وارد این برنامه غربالگری نمیشن و اگر خودشون میخوان که در مورد این قضیه بررسی بشن، اون وقت باید اونو با دکتر درمانگرشون صحبت بکنن و ببینن که آیا اونها میتونن براشون این تست رو انجام بدن یا نه. ولی اگر کسی بیشتر از 10 ساله که سیگار نکشیده، ریسکش خیلی کمتر شده و تو این برنامه گنجونده نمیشه. درسته. حالا من اینجا یه پرانتزم باز کنم درباره برنامه‌های غربالگری، به خاطر بک‌گراندی که توی پابلیک هلث دارم خودمم. تو برنامه‌های غربالگری ما همیشه باید در واقع به هزینه‌ها هم فکر بکنیم، چون برنامه غربالگری توسط دولت داره کاور میشه بخش زیادی از هزینه‌هاش و همونطور که شما گفتین اگر کسی خودش در واقع کرایتریای غربالگری رو نداشته باشه، خب این یعنی که دولت نمیتونه اون هزینه رو بده، چون از نظر ریسک و بنفیت برای دولت نمیصرفه که این کارو بکنه. اما اگه فرد خودش راغب باشه که همچنان این در واقع سیتی کم دوز رو دریافت کنه، میتونه انجامش بده، اما باید هزینه بیشتری رو از جیب بذاره که اون سیتی انجام بشه. درسته؟ این درسته. یکی این سوالی که شما کردین من یادآوری میکنه برای من که این برنامه غربالگری جزء سومی که هست داره، یعنی مشخصه دیگه‌ای که داره بجز سن بین 50 تا 70 سال و بجز سابقه سیگار کشیدن بیشتر از 30 پاکت سال، این هستش که اون فرد هیچ گونه علامت ریوی نداره، یعنی حتی سرفه نداره، حتی تنگی نفس نداره، یک آدم خیلی صحیح و سالم هست که همه کارهای زندگیشو انجام میده بدون هیچ علامت ریوی. اون فرد وقت وارد غربالگری میشه. اگر کسی هستش که هر گونه علامت دیگه‌ای داره، ممکنه که اصلا ناراحت این باشه بگه من سرطان ریه دارم ندارم، یا اینکه سرفه میکنه یا اینکه تنگ نفس داره، اون فرد اصلا وارد سیستم غربالگری نمیشه. اون بسته به علامت‌هایی که داره باید پزشک درمانگرش رو ببینه و بررسی‌های لازم انجام بشه که یکی از بررسی‌های لازم ممکنه سی تی اسکن ریه هم باشه. ولی این برنامه اختصاصاً برای افرادی هست که هیچ گونه علامتی نداره، مثل دیابت. آره اینو تو اپیزودهای قبل شرح کردیم. مرسی که اینو هایلایتش کردیم. خب پس یه بار دیگه برگردیم به زمانش، چون شما گفتین که ما خیلی خوششانسیم که به شما دسترسی داریم و داریم جلو آماده میشیم براش، ولی یه بار دیگه میشه بگین که دقیقاً از کی شروع میشه این غربالگری و افراد میتونن به پزشک خانواده‌شون مراجعه کنن و بگن من رفتم این ماشین حسابو انجام دادم، اینقدر سیگار میکشم، سنم هم اینه، حالا من لینک ماشین حسابم توی پادکست میذارم، و میتونن به پزشک خانواده‌شون مراجعه کنن و وارد برنامه غربالگری بشن. اگه لطف کنین بگین. ببینین این برنامه قرار هستش که از جولای سال 2025 تو استرالیا شروع بشه. این برنامه در آمریکا انجام شده از سال 2011 که این مطالعه منتشر شد. در اروپا این کار انجام شده و کشورهای دیگه یکی پس از دیگری دارن قبول میکنن. بعضی کشورها میخوان برنامه رو توی کشور خودشون یه امتحان بکنن، ببینن که همون که شما فرمودین آیا سیستم پزشکی از نظر مالی و از نظر اون قابلیتایی که داره میتونه این رو به خوبی ارائه بده یا نه. برای همین این برنامه قرار از جولای سال 2025 شروع بشه. این یعنی چی؟ برنامه چی هست؟ برنامه این هستش که اون افرادی که این مشخصات وارد شدن به این برنامه رو دارن، یک دونه سی تی اسکن با دوز پایین براشون انجام میشه که دولت پولش رو میده، مدیکال پولش رو میده. اولین سی تی اسکن با مدیکال کاور میشه. ولی اینکه اینها جی پی خودشون رو بخوان، پزشک درمانگر خودشون رو ببینن، یا اینکه بعد از این تستی که انجام شد حالا نتیجهش چی میشه،
چه اتفاقی قراره بعد از اون بیفته، چه پیگیریایی دارن، اینها رو دولت متقبل نشده که هزینه اونها رو بده. فقط یک سی تی اسکن انجام میشه. بعد اگر سی تی اسکن کاملا طبیعی باشه، دوباره دولت یک پول دیگه ای میده برای یک سی تی اسکن دیگه در عرض 2 سال دیگه. یعنی یک سی تی اسکن الان، یک سی تی اسکن 2 سال دیگه هزینهش توسط دولت پرداخت میشه. بقیه هزینه ها دیگه بسته به اینکه چی باشه و حالا یا مدیکر پرداخت میکنه یا خود مریض پرداخت میکنه یا حالتهای دیگه. درسته. هزینه‌ش هم حدودی میشه بگین که چقدر هستش؟ والا اون مقداری که دولت برای این بررسی کرده و پیش بینی کرده $302 هستش برای هر سی تی اسکن که دولت پرداخت میکنه اون مقدار رو. چه فایده‌ای داره؟ همونطور که من گفتم تشخیص زودرس رو برای ما زیادتر میکنه. ما سرطان‌ها رو به خصوص سرطان ریه رو میایم مرحله بندی میکنیم. میگیم مرحله 1 تا مرحله 4. مرحله 4 اینه که از ریه خارج شده و به قسمت‌های دیگه رفته و خیلی تشخیصش دیره. مرحله 1 یعنی یک قسمتی از ریه به اسم ناجول یا یک ما بهش میگیم حالا مس یا یه توده در داخل ریه هست که کمتر از 3 سانتی متره و هیچ غدد لنفاوی هم گرفتار نشده. اونو بهش میگن استیج 1. با برنامه اسکرینینگ مقدار تشخیص سرطان در استیج 1 از 16% رو ما زیاد میکنیم، میرسیم به 60%. یعنی 60% مریضایی که سرطان ریه دارن با استیج 1 با مرحله 1 تشخیص داده میشن، در صورتی که مرحله 4 بیماری رو از 53% بدون غربالگری میرسونیم به 11% با غربالگری. یعنی هم مرحله 4 رو کم میکنیم هم مرحله 1 رو زیاد میکنیم. منتها یه مسئله‌ای که هستش اینه که خب حالا یکی اومد سی تی اسکن کرد و یه سری نتایجی ازش در اومد. این برنامه سی تی اسکن یک حالت سیاه و سفید نیست. این نیستش که بگم تو سرطان داری و تو سرطان نداری. مثلا تشخیص‌های دیگه، غربالگری‌های دیگه نیستش. ممکنه یه سری چیزای دیگه این وسط پیدا بشه. ممکنه یه توده‌ای داخل ریه پیدا بشه که اصلا چیز مهمی نباشه. ممکنه یه بیماری دیگه مثل بیماری قلبی ما ببینیم که یه سری کلسیم داخل رگ‌های قلبی گرفته. ممکنه ببینیم که مثلا ممکنه یه چیزی تو کبد مریض باشه، یه چیزی تو مثلا پانکریاس باشه یا کلیه باشه. اینها خیلی یافته‌های دیگه‌ای هستش که در اثر این سی تی اسکن به وجود میاد. ولی اگه فقط بخوایم در مورد توده ریه بررسی بکنیم، نتایجی که از این سی تی اسکن ممکنه بیاد اینه که هیچ گونه توده‌ای در داخل ریه دیده نشد. خب خیلی خوب. خیلی خوبه. 2 سال دیگه سی تی اسکن. در صورتی که ممکنه بگیم که خب ما یه دونه توده کوچولو دیدیم ولی به نظر میاد چیز خاصی نباشه، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. وقت شما باید برین اون دکتر درمانگرتون رو ببینین و ایشون یه نگاهی میکنه. اگه مطمئن باشه که چه برنامه‌ای باید چیده بشه که خب براتون برنامه رو انجام میده. مثلا ممکنه بگه که بیا یه سی تی اسکن دیگه در عرض 3 تا 12 ماه بگیر، یا اینکه ممکنه من احساس میکنم شما بهتره یه متخصص ریه رو ببینید. وقت متخصص ریه سی تی اسکن رو بررسی میکنه، مریض رو معاینه میکنه، تست ریه میگیرن، میبینن که آیا 3 تا 6 ماه سی تی اسکن یا 3 تا 12 ماه سی تی اسکن لازمه یا کارهای دیگه باید بکنه. ولی ممکنه که سی تی اسکن اولیه یه چیز بزرگتری رو نشون بده، مثلا یه توده‌ای نشون بده که اندازش بزرگتره یا اینکه شکلش خیلی غیر طبیعی و مشکوکه. اونا رو باید خیلی زودتر توسط متخصص بررسی بشه. درسته. البته اینجا من باز یه پرانتز باز کنم، هر جایی توی این پروسه هر فردی علامت دار شد دوباره مسیرمون عوض میشه به اینکه ما باید اون علامت رو بررسی بکنیم. دقیقاً. اگه این وسط یکی سی تی اسکن گرفت و نرمال بود ولی بعدش تنگ نفس پیدا کرد، سرفه‌های پیدا کرد که زود خوب نمیشد، اون رو باید بررسی جداگانه ازش انجام بشه. درست. خب همه اینا چیزای خوبش بود، ولی علی جان من میخوام یه سری هم اشاره بکنم، چون با غربالگری یه مشکلی که وجود داره گاهی اوقات یه سری چیزها، یه سری چالش‌هایی رو هم همراه خودش میاره. یکم درباره اون چالش‌ها درباره سرطان ریه برامون توضیح میدین؟ خیلی ممنون که این سوال کردین. اتفاقا برنامه غربالگری سرطان ریه چالش‌هاش خیلی بیشتر از یافته‌های دیگه‌اش ممکنه باشه. اگر یک فردی غربالگری بشه، ما بدونیم که این فرد سرطان ریه داره و الان در مرحله اول پیداش کنیم، خیلی راحت همه خوشحال میشن. ولی یک مسئله دیگه‌ای که هستش اینه که همونطور که به شما گفتم بافت ریه به اندازه یک زمین، نصف زمین تنیسه. خیلی چیزهای دیگه ممکنه توش پیدا بشه. و اگه بریم بررسی بکنیم اون برنامه نشنال لانگ کانسر اسکرینینگ که توی آمریکا انجام شد، از اون 1000 نفری که سی تی اسکن براشون انجام شد، 18 نفرشون
از سرطان ریه جونشون رو از دست دادن. 18 از 1000 نفر. 3 نفر از اونها این سی تی اسکن ها باعث شد که اون سرطان ریه زود تشخیص داده بشه و درمان بشه و کاملا بهبود پیدا کرد. حالا 3 رو تقسیم بر 18% بکنیم، همون 20%ی که ما اول توضیح دادیم در موردش. منتها 356 نفر، یعنی بیشتر از 1/3 اون افراد یه چیزایی در داخل ریهشون پیدا شد که اصلا مهم نبود و ما بهشون میگیم که یافته فالس پوزیتیو، یعنی یک یافته مثبتی که خیلی ارزش بالینی نداره. این که ما چجور با اون 356 نفر از 1000 نفر برخورد بکنیم خیلی مهمه. درست. اگه شما بخواید همه اون 356 نفر رو به دید این نگاه بکنید که اینها سرطان ریه دارن و ما باید کاری براشون انجام بدیم، تعداد خیلی زیادی از افراد ممکنه که لازم بشه تست های غیر ضروری براشون انجام بشه. مثلا ممکنه بعضیشون حتی عملیات جراحی بکنن، یه قسمت از ریهشون در بیاد به خاطر اینکه فکر میکنیم سرطان دارن. اگه بخوام این آمار رو بررسی بکنیم، 21 نفر از 1000 نفر سرطان داشتن، 356 نفر از 1000 نفر یک توده داخل ریهشون بود که سرطان نبود. خب بیشتر افراد در واقع ضایعات غیر سرطانی دارن. از اون 356 نفر حتی در بهترین حالت که حالت مطالعه بود، حدود 18 نفرشون یک سری کارهای غیر ضروری براشون انجام شد که خیلی هاشون ممکن بود که حتی ضررات دیگه‌ای هم داشته باشه براشون. درسته. اینجا همون بحثی مهم میشه که گفتیم، باید وقتی که پزشک خانواده احساس میکنه راحت نیستش که با این مسئله دیل کنه، فرد رو ارجاع بده به متخصص. درسته. و اگر متخصص ببینه افرادو، بهتر میتونه تصمیم بگیره که آیا لازم هستش که برای اونا پروسیجری انجام بشه یا بیوپسی هم میکنیم تو درو وقتی که پیدا میشه. بله، وقتی میگم اون بیوپسی کردن یک قسمت بعدی قضیه هست، ولی کی باید بیوپسی بشه کی نباید بیوپسی بشه اون دیگه تصمیم متخصص هست. اگه هر توده‌ای که پیدا میشه قرار باشه که بیوپسی بشه، خیلی عوارض جانبی زیادتری خواهد داشت، مثل خونریزی داخل ریه، مثل کلاپس کردن بافت ریه و خب اون باید بررسی بشه. به نظر من قبل از اینکه هر عمل دیگه‌ای برای یک یافته داخل ریوی، حالا چه توده هست، چه اسکار ریه هست، چه آمفیزم ریوی هست، چه هر چیز دیگه انجام بشه، اون بهتره که بررسی بشه با متخصص. بسیار عالی. یه چیز دیگه ای که من دوست داشتم بیمارها و جامعه در موردش بدونن این هستش که اولش که آدم میشنوه در مورد لانگ کانسر اسکرینینگ یا غربالگری برای سرطان ریه، میگن خب خیلی خوبه، من 30 سال سیگار کشیدم، الان میرم دکتر خانوادگیمون میبینم اینها هم میفرستن منو یه سی تی اسکن میکنم، حالا اگه یه توده‌ای بود درش میارم و خیالم راحت میشه، اگرم نبود که همه خوشحالم. ولی اینطور نیست، به خاطر اینکه من گفتم چیزهای دیگه‌ای ممکنه که اینجا پیدا بشه. به عنوان مثال 34% سی تی اسکن هایی که انجام شد چیز دیگه‌ای پیدا کردن، اصلا هیچ ربطی به توده ریه یا سرطان ریه نداره. مثلا پیدا کردن که ممکنه یه مریض اسکار ریه داشته باشه یا فیبروز ریه داشته باشه که این بیماری هستش که در طول زمان ممکنه که پیشرفت بکنه. یه سری ها پیدا کردن که ممکنه آمفیزم ریوی داشته باشن یا یه توده‌ای تو تیروئیدشون داشته باشن، یه چیزی تو کلیه‌شون داشته باشن و خیلی ها پیدا کردن که بیماری‌های قلبی ممکنه داشته باشن. به خاطر همین یک مریضی میاد میگه که خب من میرم این سی تی اسکن میکنم، این توده رو پیدا میکنم، خیالم راحت میشه. ولی از طرفی ممکنه که بگن که خب حالا ما پیدا کردیم که تو ریت دچار اسکار شده و اون اسکار ممکنه پیشرفت بکنه و تو ممکنه از فیبروز ریه تلف بشی. این رو هم پزشک درمانگر مریض هم خود مریض باید بدونه قبل از اینکه میخواد بره سی تی اسکن انجام بشه. آیا ممکنه چیز دیگه ای پیدا کنن که من حالا میخوام یا نمیخوام بدونم و آمادگی اینو داشته باشه که اینها رو بررسی بکنه در آینده. به خاطر همین خیلی مهمه که ما با دید باز وارد این برنامه غربالگری بشیم. چقدر نکته خوبی رو گفتین. یعنی وقتی که افراد بدونن که ممکنه یه دری باز بشه که چیزای ناخوشایندی توش باشه و براش آماده باشن، خیلی تاثیر داره تو اینکه بپذیرن مراحل بعدی رو. و همونطور که شما اشاره کردین، خیلی از این مواردی که این یافته‌های اتفاقی که در واقع تو این سیتی پیدا میشه، جون افراد ممکنه درباره مریضی‌های دیگه نجاتشون بده. و داستان دیگه هم اینه که برای خیلی از این مواردی که شما اشاره کردین باز ممکنه درمانی وجود داشته باشه و بشه یک کاری رو شروع کرد. در نتیجه من لزوما اینو چیز منفی نمیبینم تا زمانی که به قول شما خود پزشک و خود مریضی که دارن این مسیر رو با هم شروع میکنن براش آماده باشن.
دقیقاً همینطوره. اگه آمادگی این رو داشته باشن که با یافته های دیگه‌ای که ممکنه CT اسکن به ما بده چطور رفتار کرد، اون خیلی شروع خوبیه. همینطور که شما گفتین، بله، تحقیقات نشون داده که اگه شما 1000 نفر رو برای سرطان ریه قلب‌آلگری نکنید، 75 نفر از اینها به خاطر چیزهای دیگه میبینن، هیچ ربطی به ریه هم نداره. حالا ممکنه سرطان کلیه داشته باشن یا بیماری قلبی داشته باشن. ولی اگر این 1000 نفر رو برای 3 سال با CT اسکن دوز پایین قلب‌آلگری بکنین، 70 نفر میمیرن. یعنی 5 تا مرگ در اثر چیزای دیگر رو شما اینطور جلوگیری کردین. ولی خب برای این آدم لازمه که این توجیه شده باشه، آمادگیشو داشته باشه و با دید باز به قول معروف وارد این برنامه بشه. دومین چیزی که خیلی مهم هست توی برنامه قلب‌آلگری سرطان ریه، اولا که گفتم که این چیزهای غیر ریوی یا اون توده هایی که سرطانی نیستن پیدا شدن اونها یک مسئله مهمی خواهد بود. دومین چیز این هستش که چیزهای دیگه‌ای که ما پیدا می‌کنیم در مثلا بیماری قلبی، بیماری‌های کلیوی یا فیبروز ریه یا آمفیزم، و سومین چیز این هستش که مریضان نمیان این کار رو انجام بدن. میگن که من چه دلیلی داره که بخوام برم این CT اسکن رو انجام بدم، من زندگیم خوبه، مشکلی هم ندارم، ولش کنیم. این یک قسمت خیلی مهمی هست تو این برنامه قلب‌آلگری و یک مسئله خیلی بزرگی هست. حتی توی آمریکا که اون مطالعه اولیه رو انجام دادن، فقط 4% از کسایی که اون شرایط رو داشتن برای این قلب‌آلگری اومدن و تستشون رو انجام دادن. میترسن؟ نمیدونم که چی. آره، وقتی که اسم سرطان ریه میاد همه نمیخوان که برن اون کار رو انجام بدن. خب ولی شما گفتین اگه که تو مرحله اولیه بتونی تشخیصش بدی، درمان‌ها بهتر جواب میده. یعنی خیلی از این افراد میتونن زندگی خوبی رو داشته باشن اگه زود پیداش کنن. این چیزی هست که ما بهش امیدواریم، ولی در عمل وقتی که این برنامه انجام میشه و ما مثلا میریم بیرون میگیم که خب این برنامه هست بیاین، در کشور دیگه فقط 4% افرادی که بین حالا اونجا سنش مقدار فرق میکنه، مثلا حالا تو استرالیا بگیم که بین 40 تا 70 سال هستن، 30 پاکت سیگار کشیدن، فقط 4% اینها اومدن. یعنی ما هر کاری هم که بکنیم قرار باشه 4% از این افرادی که قابلیت همکاری رو تو این برنامه دارن بیان جلو. اون برنامه موفقی نیست. تو استرالیا امیدواره که این عدد به 60% برسه، ولی خب حالا این خیلی خوشبینانه است. ما که امیدواریم به این عدد برسه. شاید درست باشه به خاطر اینکه استرالیا GP داره و GP ها خیلی میتونن که ادوکیت کنن و مریض رو تشویق کنن به این که مثلا تو به صورت رندوم وقتی مریض رو میبینی میتونی بهش اینو آفر بدی که ببین اینو میتونیم برات انجام بدیم، بیا CT رو انجام بدیم. فکر میکنم شاید تفاوت سیستم استرالیا و اروپا و آمریکا این باشه. این کاملا درسته. به اضافه این که من امیدوارم با این برنامه‌ای که مثلا همین برنامه‌ای که شما امروز ارائه میدین و برای در سطح جامعه حالا ایرانی زبان ما این رو داریم شروع میکنیم، تقریبا 7-8 ماه مونده که این برنامه شروع بشه، از الان داریم آگاهی میدیم، این خودش یکی از سنگای بزرگی که جلوی پای این برنامه قلب‌آلگری هست و یک کوچولو کوچیک‌تر میکنه و خیلی مهمه. و من خودم علاقه‌مند هستم که برم با پزشکای خانواده زیادی تک تک حتی میرم صحبت میکنم. این وبسایت لانگ کانسر اسکرینینگ پروگرام lcsp.au که ما درست کردیم، هدفش اینه که به افراد آگاهی بده. یکی از دلایلی که ممکنه باعث این بشه که افراد نمیان این برنامه رو انجام بدن، همونطور که گفتم اسمش هست لانگ کانسر اسکرینینگ. به خاطر همین من دارم یه اسم دیگه پیدا میکنم برای این برنامه‌مون. مثلا میخوام اسمش رو بذارم لانگ کیر یا چیزای دیگه که خیلی خیلی دردناک نباشه که شاید این باعث بشه که یه مقدار افرادی که قابلیت اینو دارن که تو این برنامه شرکت کنن از اسم سرطان و اینها وحشت نکنن، بدونن که این در واقع یه برنامه‌ای هست که سلامت ریه‌شون رو تأمین میکنه. چه فکر خوبی. آره. و اینکه یه چیز کوچولو این که اگرم درمانو بخوان شروع کنن برای سرطان ریه، مدیکر این درمانو بخش بزرگش رو کاور میکنه، درسته؟ ببینید تو استرالیا شما اگه یک کار درمانی لازم داشته باشین و مدیکر داشته باشین، بله مدیکر یه مقدار زیادیش رو پوشش میده. منتها این برنامه قلب‌آلگری برای سرطان ریه هیچ جایی برای اون توش وجود نداره.
نه ولی خب از این نظر که میگیم آدمو شاید اصلا بترسن که بخوان سرطان تشخیص داده بشه، ولی یه چیز دیگه که میتونن اطمینان خاطر داشته باشن، اولا مرحله زودتر پیداش میکنی، دوما اگه درمانم لازم داشته باشه درمان ها خیلی پیشرفت کرده، خیلی همه چی همونطور که شما اول صحبت گفتین با 10 سال 15 سال پیش واقعا تفاوت داره. دقیقا. و اینکه سوما نگران هزینه‌اش نباشین، دولت استرالیا بخش زیادی از هزینه‌ها رو توی سرطان ها کاور میکنه. 100% اینطور هست. به اضافه اینکه نه تنها دولت استرالیا، الان خیلی این شرکت‌های دارویی خیلی علاقه‌مند هستن که بتونن کمک بکنن به درمان سرطان‌های مختلف. یکی از مهمترینشون هم سرطان ریه هست. یعنی اگه یک فردی باشه که لازم به درمان خاصی داشته باشه که حالا حتی دولت استرالیا هم اون رو هنوز در جزء برنامه درمانش نداره و اون درمان از طریق مطالعات بالینی امکان پذیر هست، تقریبا بیشتر متخصصان سرطانی که من میشناسم با این برنامه‌های مطالعاتی درگیر هستن و حتما میشه بسته به این که نوع سرطان چی باشه و اون ژن‌هایی که تو اون سرطان فعالیت بیشتری دارن چی باشن، میشه یه برنامه درمانی اختصاصی تری برای اون پیدا کرد. خیلی هم عالی. یک مسئله آخری که من باید بگم اینه که وقتی که یک سی تی اسکن انجام میشه، به دلیل اینکه ما ممکنه یافته‌های دیگه‌ای پیدا بکنیم همونطور که گفتم و خیلی از این توده‌های داخل ریه ممکنه اصلا سرطان نباشن، یعنی بیشتر توده‌هایی که پیدا میشه تقریبا با نسبت تقریبا 20:1 شما 20 تا توده پیدا میکنید که سرطان نیستن، یکی سرطان هست. دقیقاً همون 356 با 21 و اگه بخوام عدد و ارقامش رو امتحان بکنیم میبینیم که از کل نودولایی که پیدا میشه تعداد خیلی کمشون ممکنه سرطان باشن. به خاطر همین برای اینکه ما این رو بتونیم بهتر بررسی بکنیم باید گروه‌هایی تشکیل بشه که دسترسی دارن به کار گروهی. یعنی شما باید یه گروهی تشخیص بدین که متخصصای داشته باشین، دسترسی به یه گروهی داشته باشین که متخصصای مختلفی در همزمان این سی تی اسکن ها این مریض ها رو بررسی بکنن. کاری که ما میکنیم، ما به این میگیم مالتی دیسیپلینری میتینگ. ما یه سری گرد همایی هایی داریم که هر هفته انجام میشه. حالا من تو 3 تا از اینا شرکت میکنم، تو 3 تا بیمارستان مختلف، یکی بیمارستان دولتی هست، 2 تا بیمارستان خصوصی. هر هفته ما تقریبا 1 ساعت جمع میشیم و کیس هایی که فکر میکنیم ممکنه سرطان داشته باشن یا توده های ریه رو بررسی میکنیم. چند تا رادیولوژیست هستن اونجا، چند تا متخصص سرطان هستن، چند تا متخصص ریه، چند تا رادیوتراپیست و چند تا جراح. اینها ما همه سی تی اسکن رو میذاریم. مثلا 5 نفر میگن که خب نه این چیزی نیستش، 2 نفر میگن نه من خیلی نگران اینم، رادیولوژیست میگه که من اینو میتونم خیلی راحت بیوپسی بکنم. ما به عنوان یک گروه میگیم که خب این بهتره بیوپسی بشه، اینو وقت تلف نکنیم. یکی دیگه ممکنه باشه میگیم که نه خب این خیلی مهم نیست، خیلی به سمت سرطان ریه نمیره، بهتره حالا اینو یه اسکن دیگه به اسم پت اسکن بکنیم یا اینکه چند 3-4 ماه صبر کنیم یا 6 ماه صبر کنیم یا 12 ماه صبر کنیم دوباره سی تی اسکن میگیم. تحقیقات نشون داده که وقتی شما این گردهمایی‌های پزشکی رو دارین در مورد نودول ریه، تشخیص مریض و آینده مریض و درمان مریض خیلی خیلی بهتر هست تا اینکه یک کسی بیاد پیش دکتر علی امین‌آزاد، دکتر علی امین‌آزاد بگه شما نودول دارین، من فکر می‌کنم این هست، باید بری جراحی بشین. این کار گروهی خیلی ارزش بیشتری داره و یکی از مراحل مهم این برنامه غربالگری سی تی اسکن ریه در استرالیا همین دسترسی به این گردهمایی ها داره. اگه دسترسیتون به این گردهمایی ها محدود باشه، کارهای که برای مریض ممکنه انجام بشه به عنوان یک فردگرایی، یک فرد بگه من فکر میکنم تو این بیماری داری و من باید این کارو بکنم، اون ارزشش خیلی پایین‌تر از این هست که یک گروه این تصمیم رو بگیره. برای همین شما اگه سی تی اسکن رو انجام میدین برای غربالگری ریه و چیزی توش پیدا شد، سعی کنید که این توسط کسی بررسی بشه که دسترسی به این گردهمایی‌های پزشکی رو داره. چقدر نکته خوبی رو گفتین. من خودم خیلی تو این گردهمایی‌ها بودم، چون منم تو مسیر جراحی بودم، خیلی اینا رو برگزار می‌کردیم و چقدر نکته قشنگی رو گفتین. چون از نظر فرهنگی، چون این پادکست برای فارسی زبان هاست، میگم ما یه کمی عادت داریم که آدم خوب رو پیدا کنیم و این که یاد بگیریم اگر پزشک ما به ما بگه که این باید توی یه تیم بررسی بشه، این چیز مثبتیه. این نشون میده که اون پزشک دنبال این هستش که نظرات دیگر رو بگیره و از اویدنس تا جایی که میتونه استفاده کنه، که همونطور که شما گفتین نتایج هم نشون داده که تصمیم حاصل از این
MDM یا این گروهی که با هم دارن صحبت میکنن معمولا نتیجه بهتری میده نسبت به اینکه یک فرد بخواد تصمیم نهایی رو بگیره. دقیقاً. و اون بررسی که میشه توسط اون گردهمایی تو استرالیا با مریض و همراه مریض کاملا بررسی میشه. درسته. من مثلا چند هفته پیش یک مریضی داشتم که فکر نمی‌کردم که سرطان ریه باشه. درسته. این مریض یه لخته‌ای داخل ریه‌اش به وجود اومده بود، در اثر اون یک ضایعه‌ای پیدا شده بود که من فکر می‌کردم که اون ضایعه در اثر لخته به وجود اومده. اومد منو دید، من گفتم که من فکر می‌کنم که این سرطان نیست. یه پت اسکن گرفتیم، پت اسکنش هم اتفاقاً چیز زیادی نشون نداد که این فعالیتی داخل این باشه. و من بهش گفتم من فکر نمی‌کنم سرطان باشه و بیام یه سی تی اسکن دیگه یه 3 ماه دیگه بکنیم. ولی من این رو توی میتینگمون بررسی میکنم و ببینم که اونا چی میگن. خیلی از افرادی هم که تو اون گردهمایی بودن گفتن بله این چون خیلی فعالیتی داخل پت اسکنش نیست و اندازش هم یکم کوچولوتر شده تا 2 ماه پیش، به نظر سرطان نمیاد. ولی چندین نفر دیگه تو اون گردهمایی گفتن نه این شکلش خیلی خیلی وحشی به نظر میرسه، ممکنه سرطان باشه، بهتره الان یه بیوپسیش بکنیم، نه 3 ماه وقت تلف نکنیم. و بیوپسیش کردیم، سرطان ریه در اومد. واو. و من متوجه شدم که یعنی این یک نمونه واضحی از این هستش که یک فرد دیدش ممکنه بر اساس اینکه شما اون روز تو چه مودی باشی یا مثلا چه حال و هوایی داشته باشی، ممکنه که با تجربه‌های مختلف این ممکنه باعث بشه که شما یک تصمیمی بگیرین که ممکنه درست نباشه. و به خاطر همین من این رو قبل از اینکه تو گردهمایی بررسی کنم به مریضم گفتم ببین این نظریه که من داشتم قبلا، این نظریه که گردهمایی داره، تو چی میخوای من انجام بدم؟ گفتش که تو کدومو بیشتر توصیه میکنی؟ من گفتم خب من نظر خودمو بیشتر قبول دارم، ولی من دلیل این که شما رو بردم تو این گردهمایی این بود که میخواستم نظر کسای دیگر رو ببینم، پس ما باید احترام بزنیم به نظر گروه و ما این کارو میکنیم، که اون هم قبول کرد. برای همین یک مرحله دیگه بعد از گردهمایی ها و بعد از نظرات شخصی این هست که این با مریض هم بررسی بشه. بهش بگی که آره شما سی تی اسکن میخوای بشی ولی 34% ممکنه یه چیز دیگه پیدا کنی. آره شما سی تی اسکن میشه ممکنه یه نودول پیدا کنی ولی 20 تا از 1000 تاش کنسره، 356 تا از 1000 تا ممکنه نباشه. اینها رو وقتی که با مریض بررسی بکنیم، مریضا ممکنه برن یکم بیشتر بخونن خودشون، با چند نفر صحبت بکنن، با دید بازتری میان برای بررسی. آره مرسی. حالا اتفاقا من خودم توی یه پادکست دیگه با هم مصاحبه کرده بودم، بهم میگفتش که کسی که با من مصاحبه کرد بک‌گراندش از مهندسی بود و میگفتش که نه ما ایرانی‌ها این حسو داریم که اگه دکتری داره نظر ما رو میپرسه به خاطر اینه که میخواد مسئولیت رو از رو دوش خودش برداره. اما من داشتم براش توضیح دادم که نه، این یعنی احترام داره میذاره به اینکه تو هم بخشی از این گروهی، چون این بدن توست و تو هم حق داری که درباره این بدن نظرتو بگی. واقعا مریضایی هستن که میگن آها مثلا کنسر دارم، من سرطان دارم، نمیخوام درمان بشم. دقیقا. اون اصلا یه بحث دیگه که شما میفرستید برای پالیاتیو تراپی و اصلا روش‌های دیگر رو امتحان می‌کنید. خودش باید تصمیم بگیره که چی میخواد. دقیقاً همچنین. من وقتی که تو ایران درس میخوندم در واقع خیلی علاقه‌مند شدم به یه رشته‌ای به اسم Evidence Based Medicine که اون موقع تازه سال حدود 92 تازه شروع شده بود تو دانشگاه تورنتو، مکمستر یونیورسیتی تورنتو که یکی از استادای من دکتر افشار اونجا درس خونده بود و اون خیلی منو هدایت کرد به این سمت. و من رفتم که دنبال Evidence Based Medicine. کتاب Evidence Based Medicine رو که خوندم صفحه اولش من میگفتش که the best evidence may not apply to your patient، یعنی اینکه شما ممکنه بری بهترین فاینده های پزشکی رو پیدا کنید، بگین الان تو این روز اینی که من پیدا کردم بهترین چیزی که ممکنه وجود داشته باشه این دارو، ولی ممکنه این دارو برای این مریض خوب نباشه. شاید یک مریضی باشه که بگه من اصلا نمیخوام یک روز دیگم زندگی بکنم. به قول شما من فقط میخوام از این سرطانی که پیدا شده و همه جای بدنم گرفته، من فقط میخوام زندگی راحتی داشته باشم، به من یه دارویی بدین که من راحت باشم. حالا من میتونم به 1001 دلیل بیارم که نه این دارو بهترین دارو هستن، من به شما میدم شما 5 روز میخواین بیشتر زنده بمونید، ولی ممکنه اون به درد این مریض نخوره. درسته. از طرف دیگه ممکنه که یک مریضی باشه که متفاوت فکر بکنه، بگه که نه من آمادگی اینو دارم که برم جلو، حتی اگه 1% شانس این داشته باشم که بهتر بشم من میخوام برم جلو. شما حالا به من میگی که ممکنه که این سرطان پیشرفته باشه و من حالا خیلی آینده مناسبی در انتظارم نیست، ولی من حاضرم مثل یه سرباز برم جلو باش بجنگم ببینم چی میشه. به خاطر همین حتی اگه شما evidence based medicine هم بخواید انجام بدین، مریض یه قسمت بزرگی از این هست. ما هیچ وقت با مریض بررسی نمی‌کنیم که بخوایم مسئولیت رو دوش کسی بذاریم. به خاطر این هستش که
همه این گرد همایی یک طرف، اون پزشک و اون مریضی که با هم دارن اینا رو صحبت میکنن یک طرف. خیلی مهمه که نظر همه رو داشته باشیم. درسته. مرسی، خیلی من لذت بردم. بیشتر از وقتم ازتون سوال پرسیدم. ممنون. اگر اجازه بدین این قسمت رو تموم بکنیم، ولی ازتون یه قول بگیرم که برای موارد دیگه هم اگه شد باهاتون مصاحبه داشته باشیم و استفاده کنیم. خیلی ممنون. خیلی مرسی. خیلی ممنون از وقت شما. خواهش میکنم یادتون باشه که این اطلاعات کلی هست و برای دریافت مشاوره‌ای که با شرایط شخصی شما تناسب داشته باشه حتما به پزشک خانواده‌تون مراجعه کنید.